خدای عزیز خسته نباشید، وقتتون بخیر. ما در حال رنگ‌آمیزی چارچوب‌های پروژه‌مون هستیم، رنگ مشکی و خب متاسفانه که یک سری از جاهای کار گچ اومده روی چارچوب یا بالعکس چارچوب از گچ جلوتره. صاحب کار اومد گفتش که آقا گراف بگیرید. گفتیم آقا گراف گرفتن خوبه ولی برای همه جا نیاز نداره. ما معمولا لبه هایی که دیوار و گچ با هم مساوی است و گراف نمیگیریم. یک مقدار تجربه، یک مقدار احتیاط و خب دقت بالا باعث میشه که هم تو زمانمون صرفه جویی بشه، هم به هر حال مهارتمون دیده بشه. خب گراف نمیگیریم و رنگ رو اجرا میکنیم. یه سری جاها هم مثل اینجا که حالا یه طرف چارچوب نزدیک به 1 سانت اومده جلو و این سمت چارچوب کاملا با دیوار همسان شده رو ما مجبوریم گراف بگیریم. البته این هم 99% از جاها نیازی نیست، مخصوصا اگر رنگ روشن باشه، ولی جاهایی که مثل اینجا حالا دیوارامون سفیده و رنگ چارچوبامون مشکیه رو دیگه مجبوریم دیگه، به خاطر که کارمون یه کار تمیز و مرتبی در بیاد ما گراف میگیریم که به هر حال ایرادی تو سطح کارمون نباشه. ببینید خط کاملا مساوی، قسمت بالا و قسمت سمت راست، به خاطری که گچ دیوار اومده روی چارچوب رو ما مجبور شدیم که گراف بگیریم. الان آسترش میخوره، خشک بشه، سنباته ایرادی داشته باشه گرفته میشه. خب رنگ اصلی که خب رنگ براق هم هست اجرا میشه و گراف با احتیاط باز میشه. روز خوبی داشته باشین، وقتتون بخیر.